با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، آقایون عزیزان دل، خسته نباشید. آقا دیگه هر چی داشتیم فروختیم، فقط مونده این طاقه سفیده که خب بیرنگه. طبیعتا باید یه جیگرکه که سفارش بذارش بدیم و اینا که وزن پایینن که یکی کنیم بدیم به جیگرکی ها. دیگه علنا صفریم و چیز زیادی نمونده، فقط لفافامون مونده، بوبینامون مونده که ببریم پس بدیم و کیلوی ازام میخرن. هیچی نمونده دیگه، فقط لفافامون رو ببینم. ایشالا فردا یا پس فردا 500 کیلو دوباره ماده اولیه برامون میاد. تا الان فروش موفقمون 1 تن و تقریبا 400 کیلوگرم بوده. 1 تن و 400 کیلو تا الان فروشمون تا الان بوده که این ضایعاتی رو مثلا کم کنیم 1 تن و 400 کیلو میشه. خیلی ممنونم. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. اون تاقه‌ای هم که چند روز پیش بود همه آب شد رفت، تموم شد. الان دیگه فقط اینا مونده. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. عشق منید. چاکر همگی. خدا نگهدار.